السلام علیکم داملای عزیز. همین شعر خلقی را تحلیل کنید. آیا حقیقت دارد یا نه؟ این برادر سیوم بار شد همین شعر را می نویسد. و 3 بار ما فکر کردیم که حاجت به جوابش نیست، که بسیار ضرور بوده است، که بسیار گشته و برگشته یک شعر خلقی بوده است که ما و شما میگوییم یک مکر زنی لاشه صدها خرابار باشد، 100 مکر کند شیطان شاگرد زنک باشد. آیا این حقیقت دارد؟ راستی بار به حقیقت خیلی نزدیک است، خیلی نزدیک است. زیرا رسول اکرم حدیثی دارد که حضرت ابو سعید خدری الله اعلم حضرت حذیفه روایت میکند که پیغمبر ما و شما گفتند الدنیا حلوة خضیرة فإن الله مستخلفوكم فيها فینظر کیف تعملون واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل في النساء. پیغمبر ما و شما گفتند دنیا چی شیرین است، چی زیبا است، لیکن شما فراموش نکنین ای بندگان خدا که خداوند شما را در دنیا برای امتحان فرستاد و نظر میکند به شما که چگونه در دنیا عمل میکنید، چگونه حیات خودتان را سپری میکنید. در دوام پیغمبر گفتند از دنیا و از زن سخت بترسید، زیرا که فتنه دنیا و فتنه زن چه فتنه سختی است. محدثا که این حدیث در صحیح مسلم وارد شده است در شرحش میگوید که این شاید همون فتنه که در بنی اسرائیل بود مبتلا شدن هاروت و ماروت باشد. هاروت و ماروت که این فرشته های خدا بودند که اینها قصه دارند. اینها وقتی بر روی زمین آمدند و نزد خدای خود وعده داده بودند که ما تو را با پررگی عبادت میکنیم، از عبادت تو هیچ سرکشی نمیکنیم. این فرزند آدم خون میریزاند، فرزند آدم عاصی است، فرزند آدم گناهگار است. وقتی که خداوند با این هاروت و ماروت میگه نفس داد، نفس انسانی داد، شهوت داد، وقتی اینها را بالای زمین که پرتافت و اینها از دست یک زن گمراه شدن هر دهشان. و امروز در تمام دنیا دشمنان اسلام برای مسلمان ها را شرمنده کردن، برای اسلام رخنه کردن فقط فتنه زنها را استفاده میکنند. برای همین این یگان جای تعجبش نیست. این معنای او را ندارد که اسلام زن تحقیر میکند، بلکه انشاءالله من صحبت های ممکن جمعه های آینده از حق زنها صحبت کنم که زنها در اسلام چه حقها دارد. لیکن فتنه شان هم خیلی فتنه کلان است. اگر ما به تاریخ نظر کنیم، حضرت حسن فرزند علی از دست زن زهر داده شد. زنی او را گمراه کردند. نبیره پیغمبر خدا بود حسن، که رسول اکرم چنان حسن دوست می داشت که حتی راویای حدیث می گویند که از میان بالای حسن گویا که پیغمبر ایستاده بود، اینقدر مانند بود. همین حسن را از دست زنش زهر داده شد. با دست زنش، با دادن پول و مال، با وعده کردن منصب و جا، عاقبت شوهر خود حسن نبیره پیغمبر خدا را زهر داد. یا اگر تاریخ بلعم نظر کنیم، بلعم حضرت شیخ بودند، از دست زن از دنیا بی ایمان گذاشتند.
یا شیخ برسیسار هم اگر در تاریخ ها نظر کنیم، از حساب فتنه زن از دنیا به ایمان گذشتند. چی فتنه های کلان کردند، چی گونه بزرگهای را از راه اسلام بیراه کردند. از این خاطر این شعر البته حقیقت دارد و پیغمبرم فرمودند شما بسیار احتیاط باشین از مکر زن، از فریب زن، از حیله های زن. دوره های میگد امیر المؤمنین حضرت عمر بود. یک زن میگوید نزد حضرت عمر آمدند و خواستند یک فتنه را زنده کنند. آمدند و نزد حضرت عمر گفتند ای عمر، الحال یک مرد بالای من خواست که یک کار نادرست را یعنی زنا را برپا کند. من خودداری کردم، من از دست او رها کردم. لکن گفت اگر عمر باور نکنی، گفت ان همین جامعه که میبینی آب سفیدی که در جامعه من، همین آب منی همون مرد است. حضرت عمر وقتی این دیدن حیرت ماندند. باید که اون کسی که دست درازی به سوی این زن کرده بود و باید جزا دادن در کار. در حال حضرت علی را دعوت کرد. گو علی، گفت رأی تو چیست؟ فکر تو گفت در همین گفتار زن چی هست؟ میگوید که یک مرد بالای من هجوم کرد، من از دست او نجات یافتم. اگر باور نکنی مرحمت، گفت جامعه من تر است، همین آبی که میبینی آب منی همون مرد است. حضرت عمر که پیغمبر روایت میکند انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم هستم، علی دروازه همون شهر هست. علی که بسیار آدمی با سواد بودن، با علم که بودن، گفتن عمر گفتن خدا ترا رحمت و مغفرت کند، یک مقدار آب خنک بیار، بالای این آب گو می پرتاییم. اگر این آب یخ کند یا سفیدیش نمایانتر شود، این آب تخم است. اگر در پرتافتن آب خنک اگر این آب روانده شود، نابود کرده شود، این راست میگوید زن، آب منی است. وقتی که آب خنک میگه آوردن در جامعه همین زن که ریختن، با مجرد ریختن میگن این آب یخ کرد، این سفیدی یخ کرد. علی گفتن که به خدا قسم، گفتند این آب منی نیست، این بلکه چی است؟ همون آبی که در داخل تخم است. گفت این همون است. گفت زن بعداً اقرار شد، گفت در اصل گفت همین بود، مرا فریفته کردند تا که اون مرد شما جزا دهین، مرا پول و مال وعده کردند، من این عمل انجام دادم. خدا رحمت کند حضرت سعدی را که می‌فرماید که یک تمثیلی هست که در حمام روز در دست من یک گیل افتاد. گیل گفته لای را میگویم، یک کمی لای در دست من افتاد که بی نهایت یعنی مثل مشک و عبیر بود. مشک آن چیزی که ما و شما از خوشبویی ها استفاده میکنیم، یا که بگیم با طریق فرهنگیش از ناف آهو مشک به زمین میریزد. عبیر شم یکی از خوشبویی هایی که خشک است که او را در بدن میمالند. یعنی هر دو اینها چیزهای خوشبو هستند. حضرت میگوید یک لای در دست من افتاد، یک لای مقرری بود، یک خاک مقرری بود، لیکن بی نهایت بوی خوب داشت. بعد او گفتم که مشکی یا عبیری کی از بوی دلاویزی تو مستند؟ تو مشک هستی یا عبیر هستی؟ بالای هیچ مانندی به خاک هیچ مانندی نداری. بگفتا من گلی ناچیز بودم. سعدی گفت آگاه باش که من نه مشک هستم نه عبیر هستم، بلکه من یک خاک مقرری هستم.
یک لای عادی هستم، ولیکن مدت با گل نشستم. این بوی خوشی که از من میبینی، حضرت گفتند سبب اون دارد که این بوی خوشی که من دارم در زمانهای پیش برای تیار کردن گلاب، یعنی برای تیار کردن عطر، در یک دیگ سرپوشه میگذاشتند و اطراف همان سرپوشه را با لایه ها محکم میکردند، با لای محکم میکردند تا که حول او بیرون نشود. این لایه که در دست سعدی زد، این همون میپوشاندگی اطراف سرپوشه همون گلاب بود. گو من لای مقرری بودم، لیکن مدت با گل نشستم. جمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم. من همون تأثیر خوشبویی همون دیگ در وجود من رسید و این خوشبویی را من از همونجا حاصل کردم و الا من یک خاک مقرری هستم. مقصد حضرت سعدی چی هست؟ مقصدش حدیث پیغمبری خداست. پیغمبری خدا میگوید مثل جلیس صالح کمثل العطار این لم یعطیک من عطر اصابک من ریح. پیغمبر گفتند همنشین با آدمی نیک، با آدمی خوب، با عالم، همنشین در صحبت امر معروف و نهی از منکر مثل دکان عطر فروش است. این لم یعطیک من عطر اصابک من ریح. اگر چنده که دکان فروش عطر به تو عطا هم که نکند، از بوی خوش او تو استفاده میکنی. اگر چنده که شما علم دامولا را گرفته هم که نتانین، لکن از صحبت او بهره میبرید، از صحبت او شما فایده میکنید. از این خاطر چی میگوید مولوی؟ از این گویم به نیکان زود آمیز. مادامی فهمیدی که همنشینی با آدم خوب، همنشین در مجلسی نیک اینقدر جزای نیک داشته باشد، از این گویم به نیکان زود آمیز. اگر پا داری از بد دور بگریز. اگر نصیحت مولوی را گوش کنید، میگوید مادامی که اگر این صحبت ها را که شما درک کرده باشین، از نزد علما دور نروین، در دایره اونها جمع شوین. اگر پا داری از بد دور بگریز. لیکن اگر خدا به تو پای دوان داده باشد، پای درست داده باشد، اگر مجلسی آدمهای ناخوب و پلید و بدکردار و بدگفتار و بد اصل را وقتی که دیدین، شما باید ترک کنین. گفتن زی صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد نوش از بد مخور تیر. زیرا میگوید که صحبت تأثیر دارد. صحبت عالم به خودش تأثیر دارد، صحبت فاسق به خودش تأثیر دارد. زی صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد نوش از بد مخور تیر. کی زخمی تیری بد آرد هلاکی، بگردان از خبیثان رو به پاکی. زگردی دامنی پاکان شوی پاک، دکانی صابونت اینجا مجوزاک. حضرت میگوید این مجلس، این مسجد، این مجلس امر معروف، این ماهیت صابون را دارد. صابون چگونه که چرک بدن تازه میکند، این امر معروف و این نهی منکر گناههای شما را میشود و نابود میکند، شسته نابود میکند. حضرت سفیان ثوری چی میگوید؟ میگوید النظر الى وجه الاحمق
خطیئتا مکتوبتون. حضرت گفتند من به شما مثل پیغمبر خدا نصیحت میکنم که هیچگاه به آدمهای احمق یار و رفیق نشوید. هیچگاه به آدمی که دزد باشد، دروغگو باشد، زناکار باشد، بینماز باشد، از خدای خود منکر باشد، با اینها واصل نشوید، با اینها نزدیک نشوید. گفتند حتی سفیان ثوری گفتند النظر الی وجه الاحمق، نظر کردن به این طایفه هایی که الحال من نام گرفتم، حضرت گفتند خطایی هست که گناه هست که خدا این در نامه اعمال شما می نویسد، حتی نگاه کردن به چهره اونها. زیرا که صحبت آدم های بد به فرزند حضرت نوح کنعان چی داد؟ پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. سگ مردم شد، برای پی نیکان گرفت. لیکن فرزند نوح کنعان وقتی صحبت ناخوب برای خود اختیار کرد، از امر خدای پدری خود، خدای جهانیان وقتی که روی گردانید، خداوند وی را از خاندان حضرت نوح، از فرزندی حضرت نوح خط زد، گفت این از خاندان تو نیست. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب برین بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. این حضرت ها بیهوده نگفتند. صحبت های آدم ناخوب برای خود اختیار نکنین، این صحبت بهترین صحبت برای شماست. الحمدلله که حکمای ما و شما میگویند مقاطعت الاحمق قربان الی الله. کسی که اگر از آدم ناخوب، از مجلس پلید وقتی که پشت میگرداند، معنای چی را دارد؟ قربان الی الله. وی قریبی به درگاه پروردگار شده است. تا زمانی که وی در این معرکه افلاس اشتراک دارد، وی در درگاه خدا هیچ قدر و قیمت ندارد. وقتی این مجلس ترک میکند، وقتی که این مجلس ما را انتخاب میکند، وی به سوی خدا نزدیک میشود، وی در نزد خدا منزلت پیدا میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. صدق الله العظیم. خداوند در سوره آل عمران در آیت 110 این برای ما و شما گوشزد میکند، خبر میدهد. چی میگوید؟ میگوید ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، پیش از پیغمبری شما هم پیغمبرهای زیاد آمدگی هست، لیکن در قدر و در منزلت شما از همه امتهای پیشین دیده برتری دارید، افضلیتی دارید. شما در نزد من مکرمتر هستید ای امت محمد. برای چی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. زیرا که شما ای امت محمد در بین خودتان، در معرکه های خودتان، در خانه های خودتان دائم امر معروف و نهی از منکر دارین. به خاطر امر معروف و نهی از منکر شما نسبت همه پیغمبرهای گذشته شما بهتر هستید. یعنی امت محمد بهترین امت به حساب می رود. حتی رسول اکرم بینید فضیلت امر معروف به ما و شما چی میگوید؟ میگوید لا یقعد قوم یذکرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکه و غشیتهم الرحمه
و نزلت علیهم السکینه و ذکرهم الله فی من عنده. رواه مسلم. پیغمبری خدا گفتند ای امت من، وقتی شما در اطراف یک داملا جمع می شوید یا وقتی که شما در اطراف دسترخوان خانه جمع می شوید و آغاز صحبتتان از امر معروف و نهی منکر می شود، یقین دانین که حفتهم الملائکه، خانه شما را ملائکه ها محاصره میکنند. ملائکه های رحمت خدا اطراف خانه شما را محاصره میکنند، جمع میشوند. و غشیتهم الرحمه، بالای خاندان شما تا داخل خانه شما مثل باران رحمت خداوندی میریزد. و نزلت علیهم السکینه، و دلهای شما چه یک آرامش پیدا میکند. پیغمبری خدا گفتند و ذکرهم الله فی من عنده. بزرگی شما، گفت پیغمبر، در این است که نام به نام شما را خدای مبارک در نزد ملائکه ها یاد میکند که فلانی ابن فلانی امروز در معرکه امر معروف و نهی از منکر اشتراک دارد. نام به نام فلانی ابن فلانی. خوش به حال همه شما که امروز نام شما در نزد خدای یک و یگانه صدا داده ایستاده است. زیرا خدای ما و شما چی میگوید؟ انا معه اذا ذکرتنی، من همراه آن بنده هستم که در یاد من باشد، در مجلس خیر باشد، اون زمان من در یاد اونها هستم، اون زمان من هم اونها را یادآوری میکنم. خیرا منهم و اکبر، از شما دیده بهتر من شما را یاد میکنم و در بین جمعیت خیلی کلان از ملائکه ها شما را یادآوری میکنم. این است دیگر فضیلتی که از امر معروف و نهی از منکر است. حدیثی که من بر شما خوانده بودم که وی به انجام رسانده نتوانستیم جمعه پیشین، این راویش حضرت عایشه صدیقه بود، مادر ما و شما بود که پیغمبر خدا گفته بود است انه خلق کل انسان بنی آدم من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل. همه شما ای فرزند آدم از 360 رگ و پیوند عبارت هستین، گفت پیغمبر. فمن کبر الله و حمد الله و سبح الله و هلل الله و استغفر الله، کدام از شما ای بندگان خدا، پیغمبر میگوید، اگر یک بار بگوید الله اکبر، یا بگوید سبحان الله، یا بگوید الحمدلله، یا بگوید لا اله الا الله، یا بگوید استغفر الله، یا چیکار کنید؟ او عزل حجرا عن طریق الناس، یا از قد راه یک سنگ را بیراه کنید، او شوکتا، یا یک خار را از قد راه بیراه کردین، او عظما عن طریق الناس، یا یک استخوان در قد راه پرتافته بود و یا بیراه کردین. من فضیلت راه را تازه کردن شد در کسیت پیشین، در جمعه پیشین قصه از شیخ منصور برای شما آورده بودم که چه منزلت کلان داشت. رسول اکرم گفت وقتی اینها را شما انجام میدهین این چی منزلت دارد؟ او امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یا اینکه کدام از شما امر معروف و نهی منکر میکند، عدد 60 و 300 فانه یمسی یومئذ و قد ضحضح نفسه عن النار. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند یک بار تکبیر شما، یا یک بار تسبیح شما، یا یک بار تحلیل شما، یا یک سنگ را که از شما از راه بیراه کردید، یا یک بار امر معروف و نهی از منکر میکنید، مادامی که بدن شما از 360 رگ پیوند عبارت است، از این خاطر شما در نزد خداوند چنان حساب کرده می شوید که گویا که امروز 360 بار امر معروف کرده باشید، شما 360 بار نهی منکر کرده باشید، شما 360 بار الله اکبر گفته باشید، اگرچه یک بارم که شما با زبان خود بگید.
انشاءالله این مجلسی که اگر از 2 جمعه هم که عبارت باشد، این ما و شما با 360 جمعه ضرب میکنیم. همچنان در نزد خدا ثواب میگیریم که 360 جمعه را ما و شما با امر معروف و نهی از منکر چیکار کردیم؟ انجام دادیم. لیکن متاسفانه امروز بسیاری از بندگان خدا از امر معروف و نهی از منکر روی میگردانند. امروز امر معروف و نهی منکر را نمیخواهند، حتی که امر معروف و نهی منکر میکردگی را هم بد میبینند. چگونه ای که حضرت حذیفه میگوید سیأتی علی الناس زمان یکون فیهم جیفة حمار احب الیه من مؤمن یأمرهم و ینهاهم. زمان می شود، گو حضرت حذیفه، در بالای امت محمد که برای این مردم در اطراف یک خری که مردگی باشد و بویناک باشد در اطراف او نشسته برای اونها بهتر است از این که یک شخص امر معروف و نهی از منکر کند. زمان می شود، گفت حضرت حذیفه، این خر مردگی و این خر بویناک همون معرکه های هستند که از اون تربیه ما و شما ویران می شود، اخلاق ما و شما فاسد می شود، ذهن ما و شما دیگرگون می شود، طبیعت ما و شما خیره می شود. انا همین روز همون معرکه برای ما و شما محبوب تر است از اونی که در معرکه های ما و شما امر معروف و نهی از منکر کرده شود. زین خاطر در کتاب درة الناصحین پیغمبر خدا که صاحب این کتاب روایت میکند، میگوید پیغمبر خدا گفتند سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقهاء. پیغمبر ما و شما از باب معجزات گپ زده بوده است. چی گفته بوده است؟ زمان بالای همین امت من می آید که چگونه امت می شود؟ یفرون من العلماء والفقهاء، از علمای خود، از دانشمندهای خود می گریزند. زمان می شود فیبتلیهم الله تعالی بثلاث بلیات. پیغمبر خدا گفتند وقتی این زمان بالای امت من آمد، من بر این امت خبر میدهم که 3 بلا را مبتلا، 3 بلا مبتلا می شود. وقتی از علمای خود می گریزند، وقتی از دانشمندهای خود می گریزند، وقتی که از معرکه امر معروف و نهی از منکر که می گریزند، اینها را خداوند به 3 بلا گرفتار می کرده است. این چی بلا باشد؟ گوش می اندازیم به سخن پیغمبر. یرفع برکت من کسبهم. پیغمبر گفتند یکم ضربه که بر این طایفه می رسد این است که برکات خدا از کسب او می بردارد. اگر شبان روزن سال و ماه که اگر کار کند، وی صاحب نان نمی شود، وی صاحب خانه آباد نمی شود، وی هیچگاه وقتی خوش را دیراب نمی کند، زیرا که برکات اون جمعیت، برکات اون شهر خداوند برداشت. به سبب چی؟ به سببی که امر معروف و نهی از منکر در اون شهر صدا نمی دهد، به سبب آنه که مردم اون شهر همه محبوب دنیا شدند. دوم بلایی که خداوند با این سبب بر بندگان میارد چی هست؟ یسلط الله علیهم سلطانا ظالما.
پیغمبر گفتند که وقتی که این مردم نافار امر معروف شد، دیگر در معرکه های اینها فقط گپ دنیا باشد، معامله دنیا باشد، گپ خدا و پیغمبر، سخن خدا و پیغمبر وقتی صدا نداد، بر بالای این طایفه خداوند پادشاه ظالم را حکمران میگرداند، زیرا که این طایفه خود ظالم است و اینها شایسته چنین ظالم دارند. سوم، در بعض کتب میگوید پیغمبر خدا از گفتن سیوم بلا کمی توقف کردند، نگفتند، زیرا بسیار بلای مشکلی بوده است که رسول اکرم بعد مدت گفتند کسانی که در دنیا امر معروف نمیخواهند، نهی منکر نمیخواهند، از امر معروف و نهی منکر میگریزند، یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، از دنیا خارج میشوند. در چی صورت؟ در حالتی که با خود ایمان ندارند. وای به حال همون قبیله، وای به حال همون قشلاق، وای به حال همون شهری که در او مردم از امر معروف و نهی از منکر گریزند. وقتی که گریختند معنای او را دارد که اینها از ایمان خود میگریزند، اینها در آخرت ایمان نمیبرند. ایمان چی چیزی قیمت است، چی گوهر نایابی هست، چی یک حمایتگر برای تمام مردم مسلمان هست، برای همه بندگان خدا در نزد خداوند یگانه چیزی که حمایت میکند این ایمان ما و شما هست. کسی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس نترسید. خواجه جندی را که بسیار عالم کلام بودند و شاگردهای خیلی زیاد داشتند، یک روز میگوید یک شخصی نزد وی آمد و گفت ای خواجه جندی، تو بهتر هستی یا سگ بهتر است؟ چی یک سوال قبیح هست نسبت یک دانشمند کلان، نسبت یک شیخی خیلی مشهور. کسی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس نترسید؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. با یک جا جمع کرد آن جمله را پیر، بگفتا نیستم آگاه ز تقدیر. حضرت میگوید وقتی که این سوال از جانب اون مرد شد، تمام شاگردهای خواجه جندی از جای خود خیستند و حمله به سوی همان سوال دهنده کردند که استاد ما را میگویی تو بهتر است یا سگ بهتر است؟ حضرت چی گفتند؟ شاگردها را در یک کنار جمع کرد و به سوی اون مرد گفت نیم آگاه ز تقدیر، من از تقدیر خود، از ازلیات خود خبر ندارم. گر از اوباش ره ایمان برم من، گر از اوباش ره ایمان برم من، که من از آن سگ بهترم من. یعنی وقتی که اگر من از سگ در حالت بهتر هستم، از سگ دیده قدر من اون حالت دیده بلند هست که اگر من ایمانی با همراهی خود ببرم، اگر همراه من ایمان باشد، اون حالت در من چی هستم؟ از این سگی که این مرد سوال کرد من بهتر هستم. و اگر ایمان نخواهم برد ز اوباش، چموی بودم من در سگ کاش. حضرت گفتن اگر من ایمانی با همراهی خود نبرم، قسم به خدا گفتن سگ از من با قدرتر است. کاش که من موی سگ باشم، موی بدن سگ باشم. یعنی از سگ هم دیده من در نزد خدا قدرم و قیمتم پستر است. البته کسانی که ایمان همراه خود نمیبرند، چه عذاب و چه مشقت برای اونها در آخرت است.
حتی اگر سوره عمه میگویه ما و شما پاره 30 از قرآن اولی اون سوره چی میگوید؟ وقتی کافرها را بینین و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وقتی عذابهای بی ایمانها را میبینن، وقتی عذاب میبینن که آدمی بی ایمان چه عذابهای هر رنگه و دیگرگون را میبینن، چی میگفتند؟ خدایا کاش که ما را خاک میگردانیدی و کافر نمیکردی. میگوید حتی در روز قیامت حیوان از حیوان انتقام میگیرد. همون حیوانی که در دنیا شاخ داشت، حیوانی بی شاخ زده باشد، وقتی همون شاخدار و بی شاخ خدا حاضر میکند و این انتقام از شاخدار که میگیرد، بعد این حیوانها دعا میکردند که خدایا اکنون ما را خاک بگردان. خداوند این حیوانهایی که در دنیا وجود دارند همه اینها را در قیامت به خاک مبدل میگردانیده است. وقتی کافرها که میگوید این خاک شدن حیوانها را که میدیدند، با چی میگفتند؟ پروردگارا ما را حیوان بگردان یا ما را خاک بگردان. لیکن اون صورت دیگر دعای اونها قبول نمی شود. دعای کسی که از دنیا به ایمان رفت، وای چی هست؟ وای در نزد خدا البته عذاب دردناک می کشد. این از کسانی که در دنیا از امر معروف و نهی از منکر روی میگردانند. حضرت مولوی جنونی خدا رحمتش کند برای کسانی که از امر معروف میگریزند، امر معروف برای خود یک معرکه خوب نمیدانند، یک نظم میارد. میگوید زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، به فردا حشر سازم زشت و اعما. کسانی که در دنیا اگر از قرآن رو میگردانند، کسانی که در دنیا از عبادت خدا رو میگردانند، کسانی که در دنیا از امر معروف و نهی از منکر روی میگردانند، به فردا حشر سازم زشت و اعما. قیامت اینها چه قیامت دهشتناکی هست خدا میگوید. و اینها وقتی که از خاک سر میبردارند نابینا هستند. زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، به فردا حشر سازم زشت و اعما. زی زیر خاک خیزد دیده اش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همین بنده به مولا، که حکمت چیست چشمم کرده اعما. این بنده ای که از خاک سر می بردارد و چشمهای نابینا دارد، باز ناله می کرد از خدایا چرا که به دنیا داشتم دو چشم بینا، بکردی کورش ای دارنده من، ای دارنده من، ای ذات پاک. من به دنیا چشمهای بینا داشتم، چرا اینها را تو کور کردی؟ خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز و گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. به دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. این خداوند وقتی این ندایی که از جانب این مرد اعما، مرد نابینا می شده است که خدایا آخی من در دنیا چشم بینا داشتم، پای روا داشتم، زبان گویا داشتم، چرا امروز اینها کار نمی کنند؟ چرا چشم من نابینا هست؟ خدا می گفت است که مادامی که تو در دنیا مرا فراموش کردی، در دنیا این برای این مجلس من پشت گردانیدی، چی هست؟ امروز ما هم تو را فراموش کردیم، امروز تا از رحمت من ناامید هستی. حضرت ابو هریره را قصه میکنند که روزی میگوید به بازار آمدن نگاه کردند که بازار بی نهایت در بزم و جوش است، یعنی همه سوداگرها مال خود سودا میکنند.
حضرت فریاد زدند: ای مردم بازار، گفتند چرا شما با مسجد پیغمبر نمی روید تا که میراث پیغمبر از میراث پیغمبر برخوردار شوید؟ در مسجد پیغمبر خدا میراث پیغمبر تقسیم شده ایستاده است. مردم بازار فکر کردند که از پیغمبر خدا مال زیاد باقی مانده است. همه دوان میگوید به مسجد آمدن یک زمانی در مسجد نگاه کردند، توقف کردند، دیدند که چیزی در مسجد پیغمبر خدا تقسیم نمی شود. پس گشته آمدن به بازار، گفتند ابو هریره، ما مسجد پیغمبر رفتیم لیکن چیزی از میراث پیغمبر ندیدیم. حضرت ابو هریره گفتند آیا در مسجد پیغمبر خدا هیچ نفری نبود؟ گفت مردم زیاد بود. یک قسم آنها قرآن می‌خواندند، یک قسم آنها ذکر خدا می‌کردند، یک قسم آنها امر معروف و نهی از منکر می‌کردند. ابو هریره گفتند وای به حال شما، از پیغمبر خدا درهم و دینار باقی نمان. از پیغمبر خدا انا همین مجلس خیر باقی مان، انا همین قرآن خواندن باقی مان، انا همین ذکر گفتن باقی مان، انا همین امر معروف و نهی از منکر باقی مان، انا همین از میراث پیغمبر. حضرت داوود پدر حضرت سلیمان در مناجات خود گفته بود است: الهی اذا رأیتنی اجاوز مجالس الذاکرین الى مجالس الغافلین فاکسر رجلی فانها نعمة. حضرت داوود به سوی خدای خود، پیغمبر است، مناجات کرده بود از پروردگارا. وقتی که در یک پارچه زمین مجلس خیر می رود، یعنی مثل مجلس ما و شما، مجلس امر معروف و نهی از منکر می گذرد، وقتی که اگر من از این مجلس گذر کنم به سوی مجلس غافلا روم، یعنی آدم هایی که در امر معروف و نهی از منکر اشتراک ندارند، اگر این چنین حالت بر من رخ دهد، دعا کرده بود از خداوندا فکسر رجلیه، پایهای مرا شکن، پایهای مرا شکن که من از مجلس امر معروف گذر کنم و به سوی مجلس غافل ها حرکت کنم. و فرزند حضرت داوود حضرت سلیمان قصه میارد که مر سلیمان علیه السلام بعابد من بنی اسرائیل. حضرت سلیمان که فرزند حضرت داوود است میگوید باره به نزد یک شیخ که از بنی اسرائیل بود گذر کردند. حضرت سلیمان ساعتها لشکرش میگذشت، یعنی چی لشکرهای زمینی و چی لشکرهای آسمانی همه گذر میکردند. وقتی گذر کرد این شیخ نگاه کرد و حضرت سلیمان را گفت، حضرت سلیمان گفت خوش به حال تو، لقد اتاک الله ملکا عظیما، چه حالت خوب داری، چه قدر و منزلت خیلی بلند در نزد خدا داری که خداوند این قدر مال زیاد را برای تو نصیب گردانید. ساعتها ملک تو می رود تا حال انجام نیافته است. حضرت سلیمان با این مالداری خود، با این دولتداری خود مغرور ناشیده چی گفتند؟ لتسبیحة فی صحیفة مؤمن خیر مما اعطی ابن داوود. قسم به خدا گفت حضرت سلیمان، ای شیخ گفت یک تسبیحی که تو میگویی، سبحان الله که تو میگویی، یا یک باری که تو میگویی الله اکبر، یا در یک مجلس امر معروف و نهی از منکر که تو اشتراک میکنی،
قسم به خدا که از ملک سلیمان دیده این بهتر است. لأن ثواب تسبیح یبقا و ملک سلیمان یفنا. آیا گفت برای چی؟ برای چی گفت مجلس امر معروف؟ برای چی ذکر تو از ملک سلیمان دیده بهتر است؟ برای آنه که ثواب این ذکر، ثواب این مجلس در نامه اعمال نویسانده می شود. لیکن ملک سلیمان یفنا، ملک سلیمان نابود می شود. این ملکی که در دست سلیمان بود، پیش در دست دیگر سلیمان هم بود و فردا در دست دیگر سلیمان هم می افتد، لیکن نابود می شود. گفت جهان ای برادر نماند به کس، دل در جهان آفرین بند و بست. مکن تکیه بر ملک دنیا و پوشت، که بسیار همچو تو پرورد و کشت. چو قصد رفتن کند جان پاک، چه بر روی تخت مردن چه بر روی خاک. البته جهان همین است. انشاءالله این صحبت هایی که شما نه این جمعه، نه جمعه پیشین، بلکه هر جمعه که شما می آیید و این صحبت های یک ساعته که شما از آنها بهره می گیرید، گوش می اندازین، اینها برای شما نور هستند. اینها برای شما همه این رحمتی هست که در حدیث از پیغمبر خدا برای شما بیان کردم. حتی رسول اکرم میگوید ما عمل عملا آدمی انجا له من عذاب القبر من ذکر الله تعالی. عذاب قبر گفتم پیغمبر چی مدهش است، چی مشکلات دارد. از همه گفت برای شما مفیدتر و یاردمچی در داخل قبر، پیغمبر خدا گفت انا همین مجلس امر معروف و نهی از منکر است. انشاءالله با این صحبت هایی که الحال کردیم و از فضیلت امر معروف و نهی از منکر ما و شما آگاه شدیم، انشاءالله اینها در نامه اعمال هر کدام ما و شما نویسانده می شود و هر جا که اگر ما و شما باشیم، در کدام معرکه های عادی که حتی به اصطلاح امروزه گویم خدایی هایی که در خاندان ما و شما می شود، یا در یک گوشه ما و شما 3 نفر یا 4 نفر می نشینیم، باید که در بین ما و شما اگرچه از معامله های دنیایی هم که صحبت شود، باید در داخلش امر معروف و نهی از منکر هم صدا دهد. زیرا پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکروا الله تعالی فی الا قاموا عن مثل جیفة الحمار. کدام معرکه‌ای که اگرچه از خراجات های زیاد میکند، معرکه میکند که خیر احسان است، لیکن در داخلش امر معروف نه از منکر ندارد، گویا که همان مردم از گوشت و از پوست یک خری مرده شده استفاده کردند و خلاص، دیگر هیچ ثوابی به اون خاندان نمیرسد. هیچ ثوابی در همون مجلسی که ما و شما نشستگی هستیم و امر معروف و نهی منکر در او صدا ندهد، از اون مجلس برای ما و شما در روز قیامت مجلس حسرت می شود. مجلسی می شود که ما و شما حسرت می خوریم تا که در دنیا زیادتر گوش می انداختیم، تا که وقتی خودمان بیهوده نمی گذرانیدیم که بعدا برای ما و شما دیگر هیچ فایده ندارد. کسی پرسید از سلطان ابرار شدم در مانده یک امر دشوار، ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. یک جوان، یک مرد نزد پیغمبر خدا آمده بود است. حضرت مولوی میگوید و پرسان کرده بود از پیغمبر خدا من از تو یک سؤال دارم، نمیدانم که بدبخت هستم یا نیکبخت، نمیدانم که بهشتی هستم یا دوزخی هستم. پیغمبر خدا برای من خبر بده. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ بگو حضرت معالایی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن بر صحبت نیک. اگر مائل شود دل نیک بختی،
بکش سوی عزیزان زود رختی. دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان میخواهد. پیغمبر خدا گفتند، ای مرد گفتند، این سوال گفتند در یک تجربه گفتند تو میتوانی که مقایسه کنی. برای آنه که تو بفهمی که بدبخت هستی یا نیکبخت، برای آنه که تو بفهمی که دوزخی هستی یا بهشتی، در یک مجلس امر معروف و نهی از منکر رفته اشتراک کن. اگر در امر معروف و نهی از منکر دلی تو تنگ شود، وقتی تو ناخوب شود و در دل تو هر گونه وسواس ها پیدا شود که تیزتر همین امر معروف انجام یابد، یا تر خواب گیرد، یا در خیال تو فکرهای دنیایی دور زند، یقین بدان ای مرد که تو بدبخت هستی و تو دوزخی هستی. لیکن وقتی که اگر در امر معروف و نهی از منکر دل تو نرم شد، ذوق تو زیادتر شد، باز جمعه دیگر را بی طاقتانه انتظاری کشیدی، یقین بدان که تو جنتی هستی، یقین بدان که تو نیکبخت هستی. این پیغمبری خدا کسانی که میخواهن و نمیخواهنشان با امر معروف و نهی از منکر حواله کردند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که در نزد خدا ثواب دارد، اجر دارد، این امر معروف و نهی از منکر است. بسیاری از برادرانی که امروز ماشین های شما بیرون مسجد قرار دارد، شما در مگنیتوفون های خود کسیته های امر معروف استفاده کنید. شما در راه هستین، در سفر هستین، بگذارین آن سرودهای را که به شما هیچ بهبودی پیدا نمیکنند. اگر سرودی که یا شعری که وای معنا داشته باشد، وای به فایده جان شما باشد، به فایده آخرت شما باشد، گوش اندازین، وای غلط نیست. لیکن اکثر وقت از همه شما خواهش میکنم که در ماشین های خود برای کسانی که حتی در نزد شما نشستگی هستند کار کنین امر معروف و نهی از منکر صدا دهد، تا که دلهای شما را روشن میکند، تا که در کار شما، در اعمال شما، در خاندان شما این امر معروف برکات میارد. و از همه شما که الحمدلله در خاندان شما مگنیتوفون ها دارین، در مگنیتوفون هایی که در خانه ها هست که امروز از تمام خاندان مسلمان آواز سرودهای بلند و حتی معنای اونها را هیچ کدام ما و شما به فهمش نمی رویم صدا می دهند، اونها را شما می توانید که با کسیته های امر معروف و نهی از منکر مبدل بگردانید، تا که دختری تو گوش اندازد، تا که بچه تو گوش اندازد، تا که مادر تو گوش اندازد. شاید که از این سخنها، زیرا این خدا گفت است فذکر فان الذکر تنفع للمؤمنین، شما به مردم امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، شاید که اونها به خود بیایند، شاید که اونها اصلاح شوند. من باوری دارم که بعد گوش کردن این کسیته ها شما انشاءالله باز اصلاح تر می شوید، باز ایمان شما قوی تر می شود. یکی وقتی که این سخنهای بی معنی و هر یک گونه حجویایی که در کسیته ها جا داده شده است که همه اونها دروغ است، وقتی اونها را شما گوش می اندازین، اونها طبیعت شما را خیره می کند، دلهای شما را تاریک می کند. دل آدم که تاریک شد، دل آدم که سیاه شد، وای گناهگار می شود. وقتی گناهگار شدی تا از رحمت خدا دور می شوی. این است فضیلت امر معروف و نهی از منکر. جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت، یعنی سوال و جواب های زیاد هست، انشاءالله جمعه آینده به سوال و جواب میگذرانیم و جمعه آیندهش خدا خواسته باشد در باب یعنی حق زنها در شریعت. زن در شریعت چه حق دارد، چه حقوق دارد. از روزی که اسلام آمد حق زنها
تا چه اندازه بلند شد و تا اسلام مرتبه زنها چگونه بود. انشاءالله این جمعه آینده نه جمعه آیندهش زنده و سلامت باشیم با شما صحبت میکنیم. الحال اینجا یک چند برادرها پیغام ها کردن، میخواهم در حق اونها دعا کنیم. یک برادرمان عبدالرحیم بوده است در داروخانه روح‌افزا، یعنی یک مبلغی برای یاردم همین مسجد روان کردند و برادرهایش از دنیا گذشتگی که عبدالصمد و نظرمد، در حق اینها گفتن دعا کنین خدای مهربان این برادرهای عبدالرحیم را رحمت مغفرت بگرداند، روحشان شاد، قبرهاشون خدای پرنور بگرداند و خود عبدالرحیم را خدایا در عوض این خیر احسانی که برای یاردم مسجد کردن، خدایا در هر یک عوض هر یک درهمش حسنات در نامه اعمالش کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. هر جمعه در صندوق خیریه‌ای که داریم 30 سامان و 40 سامان وارد می شود که اینها هم برای آبادانی این مسجد صرف می شود و صرف شده ایستاده است. و یک برادر دیگر هم باز الحال یاردم کردن که نامم میگوید بابای داستی بود، ولی که نامم را عقید داملا خالمراد سید حامد گذاشته بوده است. سید حامد گذاشته است. اینم برادرم خواستن که در حقشون دعا کنیم. البته اولا خوش به حالشون که همین نامهای داستی و تور و تیشه و همین ها را گم کردن در کار. اینا نام مسلمان نیستند. الحال شما در 70 هم که باشین تغییرشون بدین. شرط نیست که در همون شهادتنامه خط بزنید، بلکه شما پیش یک داملا میرین نام شما را اعلان میکند که مثال امروز نام تو داستی نه، بلکه نام تو سید حامد یا نام تو محمود یا نام تو احمد. وقتی همون نام تو را وقتی که گرفت الکه این نام کتابی می شود و روز قیامت فریاد نام تو به همین نامی که الحال گذاشتن در دنیا انا همین نام قطعی صدا می دهد. وقتی در قیامت عیب است که وقتی نام فرزند مسلمان و نام مثال داستی و تور و تیشه و یا دیگر زمانه حاضرت نام هایی که برآمده صدا می دهد. این شرمندگی هست. اینها خلاف سنت هستند. اینها را همتان در کجای باشین شرط نیست که شما آب ضیافتین، میلش دسترسش باشد و اگر دلش چقدر طاقت نکند ضیافت کند وایم پیش راه شما نمیگیریم. لیکن به ضیافت هم همون نزد داملا آمده یک نامش داملا میگذراند کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. این کراما کاتبینی که در شانه های ما و شما هستند اینها میدانند و نام تو را از نام داستی خط میزنند و می نویسند نام این فرزند مسلمان سید حامد است. خداوند خیر احسان هایی که چی در صندوق کردند چی این برادر کرده است و درگاهت مقبول بگردانی و مراد و مطلوب هاشون خدای مهربان حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا یک سوال دیگر. السلام علیکم داملای عزیز، از شما خواهش دارم که در حق من دعا کن خداوند یکه و یکتا محبتش را از دل من دور نکند و مرا آرام گرداند. التماس داملای عزیز. خدای مهربان این برادرم خیر کردن و همین دعا را از ما طلب کردن. خداوند تا وقتی که این بنده تو حیات دارد محبت خودت پیغمبر و اسلامت را در دلش بردوام نگه بداری و از دایره ایمان و اسلام خدای خارجش نگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا یک سوالی خیلی زیاد است از این برادر. ما با این صحبت داشتیم. انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد این سوال را در سوال و جواب من جواب میگردانم. بسیار یک حادثه خیلی ناخوب و بسیار شرمنده آور برای آدم مسلمان است. باور کن همین روزها وقتی میشنوی که یک اکه با اپه خود ساز گرفته است، یا وقتی میشنوی که یک ملا وی کروش سیاه میکند وی ملا نیست، وقتی نامی وی ملا هست یا نامی وی
امام محله هست، با دختر همسایه وقتی ساز میگیرد، باور که خیلی انسان غمگین میشود و از ما خواهش میکنن که این طایفه آدم ها را ملامت کنیم. باور که من زبانم دیگر عاجز است از ملامت اینها، یعنی زبان من دیگر تاب ملامت اینها را ندارد، اون قدر که خدا اینها را ملامت کردگی است، پیغمبر اینها را ملامت کردگی است. و این یک شرمندگی هست که وقتی آدم نمازخوان، وقتی آدمی که مسجد می آید یا آدمی که با خدا راز می گوید، باز با این عملهای زیشت دست می زند. این عملهای زیشت البته وی از دایره ایمان بیرون میکند، وی کافر است، وی مسلمان نیست. پیغمبر خدا میگوید من زنا او شرب الخمر خرج منه الایمان. کدام از بندگان خدا نام بندگی دارند لیکن زنا میکنند، عرق می نوشند، با این عملهای زیشت دست میزنند، از وجود اینها ایمان برداشته می شود، در وجود اینها دیگر ایمان نیست. از این خاطر از این برادرها خواهش میکنم که جمعه آینده خدا خواسته باشد این سوال شما را البته جواب میگردانم و دیگر سوال هایی که خیلی در نزد ما زیاد شده است همگی را ان شاء الله جمعه آینده جواب میگردانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب امر معروف و نهی از منکر را در نامه اعمالی این جمعیت، این گوش کننده ها خدایا کتابت بفرمایی و هر مراد و مطلب هایی که در دل دارند خدایا با فضل خود برآورده بگردانی. خدایا محبت خودت را، پیغمبر و ایمان اسلامت را در دل اهل این جمعیت ما باز هم زیادتر جایگیر بگردانی. گذشتگانی که از ما گذشتند امید دعا و رحمت را دارند، مغفرت را دارند، خدایا اونها را رحمت و مغفرت بگردانی و از این دعای ما روح ایشان را خدایا شاد بگردانی. و فرزند طلب هایی که در این بین جمعیت ما هستند خدایا فرزندهای صالح و سالم نصیب و روزیشان بگردانی. و رهبریتی که امروز بالای سر ما و شماست خدایا این رهبریت عمر دراز و تن صحت و محبت این ملت تاجیک در دلشان جایگیر بگردانی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.